سلام دوستانی عزیز و گرامی قدر. امروز ما خرسندی داریم. امروز تاجیکستان توی دارد. امروز تاجیکستان به مراد و مقصد اینه که داشت رسید. امروز یکی از فرزندای فرزانه ملت، اساس گزارش صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان زادروز دارد. من این زادروز را به این فرزانده ملت تبریک و تهنیت میگم و خواهان آن هستم که خدای مهربان به این عمری دراز، تنی سعد، مغزی سالم، خوشی های زندگی نصیب و روزیش بگردانه و خدای مهربان در بالای تاجیکستان، در بالای سری فرزندهای تاجیکستان، مردمی سربلندی تاجیکستان دایم دعاگو باشه و دائما در حق این فرزانه ملت ما همچون پیرای روزگار دیده، پیرای پستی و بلندی های زندگی را دیدگی، پیرای موسفیدایی که عذاب جنگ شهروندی را کشیدگی و چه آرزوها داشتیم که ما با او آرزومان رسیدیم. احسن به این فرزانه ملت محترم امامعلی رحمان، خدا عمری دراز تید و تنی صحت تید و در بالای سر مردمی سربلندی تاجیکستان عزیز همه وقت دعاگو باشد و همه وقت سرور باشد. من امروز خرسند هستم. حاضر من لحظه پیش فهمیدم که جناب عالی وای دارد، زادروز دارد. این ماشین من کردم، من تبریک هستم. برای همین چی گفتنی هستم؟ هر سخن میگم والله قسم فقط حجت و رقم و دلیل مهر و پیچت اگر نگم رومسیا 316 میگذشت در خوجندی باستانی ما چیکار میکردیم؟ او وقت ما یاش بودیم، فهمیدی؟ یاش بودیم. نه که جنگ های شهروندی همین خیلی بجانمون زدگی بود که باور کرد همین آرزو میکردیم که یک شهرمرد پیدا شود و این جنگ های شهروندی را خواب کنه. با این آرزومان رسید و همون حالت ما در گیجا بودیم. همون حالت من در گیجا بودم شخصا. من کامرای الله پاک مرا سیامکه داره و فردا روزی قیامت همین سخنم من میگم و شما هم گفته هستم. من یکم سخنور نیستم، من یکم ژورنالیست نیستم، من یکم بلاگری خیلی میخواندگی نیستم. ترمز کردم من نوار کردم. در گیجا بودیم، در کدام حالت بودیم؟ در همه حالتی که چقدر مثال عذاب و کلفت و چقدر خانه ها سوختگی بود، ویرانه ها بود و دلمان ای تاجیکستان عزیز خنک شده بود. تاجیکستان ممکن همون سالا پاره میشی. گریزه ها و خیلی بسیار گرد نزنم. من دردی دل ما گفته استم. بعد شنیدم که همین محترم جناب عالی عزیز دل ما و شما رئیس شورا شد. ما در مسجد بودیم، مسجد تلویزیون ماندگی تماشا میکردیم. همه یک خرسندی شد. خیس فقط سخن اولین جناب عالی چی بود؟ صلح بود، جمع کردن قماندان ها بود، صلح و صلاح بود. جناب عالی وقتی که ما چی گفته والله قسم میخورم که ما گفتم اگر همین مرد، همین شهرمرد، همین امامعلی رحمان اگر جنگ بخوانه، گریزه ها را بیاره، تنجی و آرامی شوه، همین تنجی و آرامی شوه، جنگ بس شوه. ما دعا کردیم که تا وقتی که زنده است بالای سری ما پرزیدنت همین شوه، همین شخصیت پرزیدنت ما همین. ما با همون قولمون هستیم و با آرزومون رسیدیم. این سخنان رو من فقط حجت قطعی میزنم. یگام گپی زیادی از پیش خودم نمیبافم. کامرای خدای مهربان مرا سیامکه کنن، فردا روزی قیامت در گورم مرا بپرسن، همین سخنا میگم که ما همین خیلی دادگی همین شخصیت ها. یعنی بابا بلوگر هم خیلی سخن میکنم. من همین سخنهای دهقانی قشلاقی باباگی میکنم. در حق جناب عالی خدای مهربان 100 سالها حکمرانی کنه، 100 سالها پرزیدنت ما شوه، بچه‌هاش نوسه‌هاش همین خیلی مثل باباشون هم خیلی تاجیکستان آباد و زیبا و گلشکفان کنه. اینم درد دل ما همین خواهد. برای همین برادرها دوست باشیم، برادر باشیم. ما با آرزومون رسیدگیم. ما انشاءالله با امر خدا همه وقت در 5 وقت نماز، در نمازهای جامعه، در نمازهای 5 وقته، در نمازهای تهجد ما در حق این فرزانه ملت
همه وقت دعاگو هستیم در حق تاجیکستان عزیزم دعاگو هستیم همین خمدونیستم گپ زدم که مبارکتون شوه گپو بسیار است خانو بسیار است زنده باشه